ماموران خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB در ولایت سیورلوسک میگویند در شهر یکاترینبورگ کارگاه تهیه سندهای تقلبی مهاجرت را آشکار کردند. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست FSB در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. در خبر این خدمات گفته می شود که کارگاه یا لابراتوری تهیه سندهای تقلبی برای مهاجران را 2 برادر از تاجیکستان تشکیل کردند. از این شهروندان نام برده نمی شود، تنها گفته شده است که سال تولدشان 1997 و 1998 است. تفتیشات معلوم کرده است در این کارگاه به شناسنامه‌های شهروندان خارجی مهرهای تقلبی عبور مرز با تاریخ معین گذاشته میشد. علاوه بر این کارگاه با تهیه پتنت ساخته کار، کارت مهاجرت، اجازه زیست موقتی و بلانک رسیدن به مکان زیست تهیه میشد. این به اصطلاح کارگاه تهیه سندهای تقلبی در منزل زیست گمانبران در ناحیه ژلزندروژنی شهری یکاترینبورگ آشکار شده است. در خبر دفتر مطبوعات گفته می شود که از داخل این منزل مهرهای تقلبی، مهرهای ارگانهای زکس و مؤسسه های تعلیمی جمهوری تاجیکستان، تخمینا 50 پتنت کار و 50 بلانک خالی کارت مهاجرت آشکار شده است. علاوه بر این کامپیوتر لامیناتور هم آشکار و مصادره گردیده است. پرونده از روی ماده تشکیل مهاجرت غیرقانونی باز شده است. تفتیشات گفته است که خود گمانبران هم در خاک روسیه به طور غیرقانونی به سر می‌بردند و نسبت به آنها باز از روی ماده های عبور غیرقانونی مرز دولتی و تقلب و ساختکاری حجت ها پرونده باز شده است. هر دو گمانبر در بازداشتند.